ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 13. در هر سه کتاب دوره میانه رشد زبان تاجیکی، یعنی در بوندهشن ایرانی، بوندهشن هندی و متنهای پهلوی، چنین نظر و عقیده پیشنهاد می شود که تاج و تاجک کوازک سراولادی قوم عرب هایند که با نام تازیان یاد می شود. در این منبع ها واژه تازیان 11 مراتبه به معنای قوم عرب تکرار شده است که در این باره بعداً سخن خواهد رفت. دانشمندان تاجیک یعقوب شاه و مومن جانف این عقیده را رد کرده اثبات کردنی می شوند که این روایت ریشه آریایی داشته از روی موقع جغرافیایی هم تاز و هم تازیان را به بیابانهای عرب نشین نسبت دادن اشتباهی محض است. تاز و محل سکونت تازیان را به معنای سراولاد قبایل آریایی در دشتهای پهناوری آسیای مرکزی جستن لازم می آید. محقق فرهنگ و فلسفه زردشتی مومن جانف با استناد به بوندهشن هندی می نویسد که در متن این اثر نام یکی از سرقبیله های آریایی به شکل تاز و همسر او تازک آورده شده است و تاز و تازک در بوندهشن بزرگی ایرانی نام زن کوازک است، اساسگزار و پایه اولادی عمومیت تاریخی آریایی ها می باشد. برخی از سرچشمه های اسلامی عصرهای میانه تاجیکان را به یکی از قبیله های ایرانی اصلی تاج منسوب می دانند که همان شکل عربی شده تاز است. دانشمند دیگری تاجیک بیکزاده با تکیه بر روایت‌های تاجیکی عهد باستان عقیده مومن جانف را دستگیری نموده چنین می نویسد: همین طور برداشت کلی ما از این موضوع به این قرار است که شخصیت اسطوروی تاج اساس و پایه نژاد و ملت تاجیک را تشکیل می دهد. خلاصه اکثر محققان چنین است که تاز یا تاج همچون یکی از گونه های واژه تاجیک هزارها سال قبل از نفوذ عرب ها در آسیای میانه وجود داشت و این واژه برعکس از این منطقه، یعنی از آسیای مرکزی به آسیای پیش، آسیای خرد، ایران و بین النهرین و دیگر محلها انتقال یافت. تای، تازی و واژه تاجیک
درباره واژه تاجیک از مأخذهای عصر میانگی دوران اسلامی معلومات زیاد و مختلف ولی گاهی مخالف هم در دست است. مثلا در دایره المعارف اسلامی با استناد به اندیشه برتولت پیدایش واژه تاجیک را از نام قبیله عربی تای، تازی به معنی عرب از همین جاست، دانستند که بعداً به فارسی زبانان تعلق گرفته است. بعضی اصل و ریشه آن را به لفظ تازی می رسانند، با این معنی که نزدیکترین قبیله برای فارسیان قبیله تای از قبیله های یمن بود که فارسیان به آنها علاقه بیشتر داشتند و منسوب به آن را تازی خواندند، نظیر رازی منسوب به ری. سپس این را به همه عرب ها نسبت دادند. وامبری در اثر خود با نام آچرک ها درباره آسیای میانه می نویسد که بخاراییان و برآمد عربی خود گاه اشاره می نمایند، ولی این عقیده از طرف خانیکف رد کرده شده است. عقیده از قبیل تای عربی پیدا شدن کلمه تاجیک اولین بار از طرف خاورشناس فرانسوی کاتریمر 1782 1852 پیشنهاد گردید که موافق آن از روی عنعنه آرامی ها که قبیله های عرب را از نام تایانه عرب های بادیه نشین بدوی ها نامگذاری نمودند، کلمه تاجیک تازیک شکلی ساخته شده از تای عربی در شکل رزیک رازی ساکینی ری می باشد. این عقیده از طرف آلمانی نیلدیک و هیوبشمن دستگیری یافت. از جمله عالم آلمانی هیوبشمن می گوید که این کلمه از نام قبیله عربی تای با استفاده از پسوندی چیک به مانند ارمنی سکچیک، فارسی سگزی از سگ و فارسی باستانی سک نماینده قبیله سکایی پیدا شده است. این عقیده در اثر محقق معروف سیمیانوف آچرک‌های مردم شناسی کوهستان زرفشان، قراتیگین و درواز بیشتر تفسیر شده است. موافق تفسیر معمولی فیلولوژی، واژه تاجیک از واژه تای بوده نام یکی از قبیله های عرب است که در دوران ساسانیان در همسایگی فارس‌ها می‌زیستند. فارس‌ها نمایندگان این قبیله ها را تاجیک می‌نامیدند. در دوره اشغالگری عرب ها باشد، فارس ها، عرب ها و عموماً تمام مسلمان ها را تاجیک نامیدند. این عقیده از طرف برتولت به یک کانسپسیوی مکمل تبدیل داده شده بود که معنا و ماهیت آن چنین است: اتنونیم تاجیک از کلمه تای، نام یکی از قبیله های عربستان شمالی برمی آید. از این کلمه تای واژه فارسی مینه و ارمنی تاجیک به معنای عرب پیدا شده است. در دوره اسلامی شکل بعدی تازیک و تازی پیدا شده است و از شکل تازیک شکل ترکی تاجیک پیدا شده است.
تبدیل شوی حرفهای ز و دژ در نوشت وجود داشتن آواز ژ را می‌فهماند که در شکل تاجیک از طرف محمود قاشقری استفاده شده است. این مؤلف همچون یوسف بلاساغونی عصر 11 این کلمه را به معنای فارس استفاده برده است، ولی ترک ها قبلا عرب ها را تاجیک می نامیدند که شکل دشت در چینی ها به معنای عرب آن را اثبات می نماید. از روی فهمیش آن زمان هر کی دین اسلام را قبول می کرد عرب می شد. تحول واژه تاجیک به عقیده برتولد چنین است که ترک ها این واژه را اول همچون مسلمان شخصی دارای فرهنگ اسلامی قبول کرده، سپس همچون اصطلاح مردم شناسی به اکثریت مسلمان های به آنها معلوم، یعنی به مردم ایرانی تبار اطلاق نمودند. بعداً این کلمه نام مردم ایرانی تباری آسیایی میانه گردید. به عقیده برتولد در یک چند اثر و مقاله های او انتشار یافت و طرفداران زیادی پیدا کرد. ولی با پیدا شدن مواد نو، اندیشه او و طرفدارانش از طرف دانشمندان چون اندریف، بابرینسکی، کریمسکی، میلر، برافکوف و دیگران رد گردید. مخصوصاً برافکوف آید به این مسئله مقاله علاهیده‌ای نوشته با چند دلیل با اعتماد عقیده برتولد را رد می کند. برنشتم پیشنهاد می کند که کلمه تاجیک پیش از هجوم عرب در اساس زبان قدیمه تاجیکی ساکنان تخارستان تخمیناً در نیمه هزاره آخری قبل از میلاد در اساس ریشه قدیمی ایرانی سکایی تژی پیدا شده است. اومنیاکوف به عقیده برتولد شبهه کرده تخمین می کند که برای از اساس فارسی باستانی تگ، ارمنی میانه تگ، آرامی تگ، عربی تادی برآوردن اصطلاح تاجیک اساسی بیشتر دارد که به عقیده او آن به معنای کلاه استفاده می شده است. این اصطلاح در دوره‌های بعدی در نشریه‌های گوناگون غربی به طرزهای گوناگون تفسیر شده است. در نشر قدیمی انسیکلوپدیای بریتانیا در این باره چنین تفسیر داده شده است: به معنای امروزی این کلمه عرب را افاده می کند. آن برای گروه مردمی که عرب‌ها در دوره‌های اولی اصطلاح عرب در بین آنها ساکن شدند نیز استفاده می شود. این تفسیر در واژه تاجیک در چاپ بعدی این انسیکلوپدیا دیدن نمی شود. در اثر ارنولد آید به افغانستان درباره واژه تاجیک چنین اطلاع موجود است: تاجیک اصطلاح عربی بوده، در اول شاید معنای مسلمان غیر عرب داشت، ولی از عصر 14 این طرف معنای مسلمانی مقیمی فارسی زبان را پیدا کرده است. ولی ماکس کلینبورگ عقیده نسبتاً دیگر دارد و میگوید که واژه تاجیک از کلمه فارسی تازی سرچشمه میگیرد که فارس ها برای عرب ها و اولاد آنها از نکاح با مردم محلی چنین نام گذاشته بودند. همزمان با تغییرات زمانی این کلمه هم تغییری معنی کرده است. اول به معنای عمومی مسلمان ها و بعداً به معنای ایرانی های ساکن افغانستان و آسیای میانه استفاده شده است. خرومف با تکیه به عقیده دانشمندان ایران شناس
مواد و بازیافت‌های زبانشناسی را یکی از سرچشمه‌های اساسی ریشه شناسی این واژه دانسته، ذکر می کند که در متن‌های اوستا و فارسی میانه و پارتی اصطلاح تاجیک یا کلمه مانند آن دیده نمی شود که ما هنگام تحقیق به آن تکیه کنیم. از روی خصوصیت‌های آوایی و کلمه سازی این کلمه باید تنها در دوره نه پیشتر از دوره ایرانی میانه پیدا شده باشد. مثلا شپیگل شکل این کلمه را تحقیق نموده به خلاصه می آید که گویا این کلمه در دوره ساسانی ها به معنای اولیه عرب پیدا شده است. نام تاجیک بار اول به قول خرامف در سرچشمه های دوره اولی اصطلاح عرب پیدا شده است. در ادبیات فارسی میانه که با شکل پهلوی کتابی نوشته شده است، این کلمه در شکل تیوک دیده می شود که در آوانویشت به شکل تاجیک یا تازیگ آمده به معنای عرب و عربی دچار می شود. به قول خرامف برای معین کردن ریشه واژه تاجیک پیدا شدن آن در متن‌های سغدی قلعه مغ در شکل تازیک عرب، تازیکان عربی بسیار مهم می باشد. این بازیافت عقیده هینینگ را درباره وجود داشتن این شکل در اثر مانوی نافنامه فهرست خلقها تصدیق می کند. هینینگ تاجیک را از تازیک جدا می کند و عقیده از واژه تات چیک، در اینجا چیک همچون پسوندی نامسازی اتنیکی تصویر می شود، پیدا شدن واژه تاجیک را پیشنهاد می کند. درباره معنای واژه تاجیک بعد از وارد شدن آن از زبان سغدی به تاجیکی فارسی می گوید که آن اول معنای ایرانی مسلمانی مقیمی و بعداً در نیمه سده 11 میلادی معنای نام یک خلق تشکل یافته در آسیای میانه و خراسان را گرفته است. خلاصه خرامف عقیده از زبانهای ایرانی میانه پیدا شدن اصطلاح تاجیک را به معنای عرب دستگیری نموده. در ضمن پیشنهاد می نماید که از بس که از کلمه تاو نام یک قبیله عرب پیدا شدن واژه تاجیک از لحاظ زبانشناسی درست به نظر نمی رسد، باید پژوهش ها را درباره واژه تاجیک به قعر تاریخ ببریم. درباره مناسبت بین واژه تاجیک و تازی به معنای قوم عرب چنین گفتن ممکن است که این عقیده طرفداران زیادی دارد و یک نوع در بین محققان شرق شناسی ایرانی و غربی عقیده رسمی هم به حساب می رود. ولی جستجوهای علمی سالهای آخر گواه آن است که این عقیده پایه علمی ندارد و وقتی سخن درباره واژه تاجیک یا تازیک می رود باید تاریخ قومهای ایرانی را در نظر گرفت. زیرا اگر به اثرهای علمی و دینی دوره پیش از اسلامی تکیه کنیم، هم قوم تاز و هم دشت تازیان به موقع جغرافی پهنشوی خلقهای آریایی که بیشتر به دشتهای آسیای مرکزی و سیبیر شرقی و غربی و اورال تعلق دارد راست می آید.
باید تذکر داد که اکثریت محققان واژه تازیک را درست مرادف تاجیک حسابیده‌اند، زیرا از مطالب بالا به خوبی پیداست که سخن درباره تاجیکان می رود، نه عرب ها. باید یک چیز را هم فراموش نکنیم که در لغتنامه ها نه همه واژه های زبان تاجیکی فارسی درست شرح یافتند، زیرا مؤلفان لغتنامه های زمان اسلامی واژه های زبان تاجیکی فارسی قدیم از جمله اوستایی، سغدی یا خوارزمی و باختری را نه تنها درست نمی دانستند، همچنین با این ادبیات و زبان چون به زبان دشمن دین مناسبت داشتند و از همین سبب در شرح کلمه ها ناروشنی، چند معنایی و غیره وجود دارد. از اینجاست که بعضی لغت ها یک کلمه را به چند معنا شرح دادند. بعضی عالمان دیگر این معنی ها را با مقصد مغرضانه خود استفاده کردند. محقق شناخته مجتبی مینوی در مقاله خود تاجیک و ترک در اثر بیهقی دلیل‌های زیاد تاریخی را عاید به سرنوشت واژه تاجیک، تاجیک، تازیک بررسی کرده. در آخر چنین نتیجه گیری کرده است: از تمام مثال‌هایی که آورده شد روشن می شود که مراد از تاجیک و تاجیک و تازیک در کتب فارسی اتباع و سکنه ایرانی در زمین‌های ایرانی نشین است، در مقابل ترکان یا مغولان که بر آن اراضی مسلط بودند. بعضی از فرهنگ نویسان به گمان این که این کلمه با لفظ تازی ممکن است از یک اصل باشد، آن را به معنی عرب نژادی که در سرزمین عجم زاییده و برآمده است گفتند. آثار این غلط و سهو در سبک شناسی مرحوم بهار نیز دیده می شود. ابوالفضل بیهقی در این اثر گرانبهای خود تاریخ بیهقی درباره مردم تاجیک که خود را نیز به این مردم متعلق دانسته است معلومات زیادی داده است که در زیر چند از آنها را اقتباساً می آریم. حاجب بزرگ علی بازگشت و همه بزرگان سپاه را از تازیک و ترک با خویشتن ببرد. صحیفه 8. افسوس و غبن است که کار ناافتاده را، یعنی به سلطنت نشستنی محمد ابن محمود که سر نگرفت، افزونی 72,000 دیرم که محمد داده بود به بزرگان و لشکریان به هنگام بیعت کردن با او به ترکان و تازیکان و اصناف لشکر بگذاشتن. صحیفه 257. 20 گانی ماهانه معاش نباید داد 1 سال تا مال به خزانه باز رسد از لشکر و تازیکان که 40 سال است تا مال می نهند و همگان بدانند و چی کار کرده اند که مال بدین بزرگی پس ایشان یله باید کرد. صحیفه 257. پذیرفتم که بدان چی گفتی کار کنم و ما مردمانی نو و غریبیم، رسمهای تازیکان ندانیم. قاضی به پیغام نصیحتها از من باز نگیرد. صحیفه 554. ابوالحسن عبدالجلیل خلوتی کرد با امیر و گفت:
ما تازیکان اسب و شتوری زیادتی داریم بسیار و همه از نعمت و دولت وی ساخته ایم و غرض در این نه خدمت بود بلکه خواست بر نام استادم بونصر چیزی نویسد. صفحه 594 595. و بوالحسن به خط خیش نسخت نبشت و همه اعیان تازیک را در آن آورد. صفحه 595. طغرل گفت ما را ثواب آن می نماید که بونه پیشه کنیم و به سوی دهستان رویم و گرگان و آن نواحی بگیریم که تازیکان سبکمایه و بی‌آلتند. صفحه 618. فردا اگر جنگ باشد اسپان تازیکان بیستانیم که با اشتور جنگ نتوان کرد. صفحه 618. امیر مودود را دیدم روی به قرپوس زین نهاده و شمشیر کشیده به دست و اسب میتاخت و آواز میداد لشکر را که ای نوجوان مردان سواری چند سوی من آید. البته یک سوار پاسخ نداد و غلامان تازیک با امیر نیک بیستادند و جنگی سخت کردند از حد گذشته. صحیفه 624. جای ذکر است که در چندین موقع ابوالفضل بیهقی از ناجوانمردی و دسیسه های درباریان تاجیک سخن راند هم منسوبیت خود به این قوم را تأکید می کند. آنجا که می فرماید منو مانند من تازیکان خود نمی دانستیم که در جهان کجاییم و چون می رود. سخن درباره محاربه نزد تلخاب سرخس مطرح است که آنجا دبیر اشتراک کرده نیک بی‌ترسیده است. واژه تاجیک و تخاری و تعاجی. واژه تاجیک به قوم‌های آریایی تخاری و هیتاری ارتباط قوی دارد و به نظر چنین می‌رسد که با پیدا شدن تخاری‌ها و تأسیس دولت شاهنشاهی کوشانیان بزرگی در حدود 450-600 سال یک جا با هیتاریان در منطقه بزرگی سرزمین‌های آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، قسمت شمالی هندوستان، ایران شرقی و خطای غربی، تاشقر و خوتن و اویغورستان که در آن دوره تخارستان خرد نامیده میشد حکمرانی کرده اند، تشکل خلق تاجیک آغاز می شود. شما گفتاری 13 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.